اومد کدوم زینبو دارم میگم 3 روز از ازدواجش با عبدالله گذشته بود. عبدالله میگه اومدم جلوی درب منزل دیدم جمعیتی جمع شدم، کنار زدم داخل منزل شدم، دیدم زینبم یه گوشه نشسته 2 زانو بغل گرفته داره گریه میکنه. تعجب کردم خانومم تازه عروسم، آیا کسی به شما بی احترامی کرده؟ نه عبدالله. خانومم کسی جسارتی کرده؟ نه عبدالله. آیا از من بی ادبی سر زده؟ نه عبدالله. پس چرا داری گریه میکنی؟ عبدالله 3 روز حسینمو ندیدم. یا الله، حالا این خواهر امروز داداش اومده باش ودا کنه. چندین مرتبه این خواهر و برادر با هم ودا کردن. دلبره گیسو پریشانم مکن، زیر عزم سنگ باران بوسه بارانم نکن. چشم تارم خیمه زد بر گودی زیر کلویت، آخ در میان خیمه و گودال حیرانم مکن. زینب یه حرف زده جیگرم و زیناتی زده، تو که میری مسافرت عهد و عیال تو به داداشت میسپاری، به یه مطمئن میسپاری. زینب یاد زد حسین جان غیرتیای حرم رفتن، تو ماندی فقط. جان زهرا مادرت درگیر بحرانم نکن. حسین جان میدونم داری میری لحظه آخره، آی غیرتیا آی ناموسدارا، ثواب این روزن برسه به اون زنهایی که الان تو افغانستان پای شیعه بودنشون هنوز دارن سیلی میخورن. هنوز هر کی میگه علی سیلی میخوره. ثواب این روزن برسه به اون زنهای افغانستان، به اون خواهرایی که وجودشون افتخار برای ما، پای عفت زهراییشون ایستادن. قربونتون برم. یه حرف زد حسین جان میدونم میری نمیتونم نگرت دارم، آی غیرتیا. حسین جان معجرم را سفت بستم، پس تو دل واپس مباش، از روی نی آمدن با خود پریشانم نکن، پریشانم نکن. اگر رو سرت بریزد چه کنم؟ خواهر داره میگه اگر رو سرت بریزد چه کنم؟ بشه پیکر تو
پاره پاره چه کنم زبونم لال جلو چشم مادرم یکی پیراهن تو در بیاره چه کنم یا صاحب الزمان میبینم خیلیاتون دارید با معرفت اشک میریزید